يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. در درس هفتم رسیدیم. الدلیل الثامن عشر، دلیل 18. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس 18 از کتابی را که ما شما میخوانیم که کتاب است به نام الدلائل فی حکم موالات اهل الاشراک. الدلیل الثامن عشر، دلیل 18، قوله تعالی الم تر الی الذین نافقوا، آیا ندیدی به طرف کسانی که منافق شدن، یقولون میگن لاخوانهم الذین کفروا، و برادرانی که برادرانشان کسانی که کافر شدن من اهل الکتاب، از اهل کتاب، یعنی منافقا برای یهود و نصارا چی میگفتن؟ لئن اخرجتم، اگر شما کشیده شوین، لنخرجن معکم، ما هم همراه شما میبراییم، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و اطاعت نمیکنیم در مورد شما به هیچ کسی ابدا، و این قتلتم، و اگر به همراه شما جنگ شود، لننصرنکم، باز ما شما را نصرت میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون، الله سبحانه و تعالی شهادت میده که اینا یعنی این منافقات دروغگوی هستند. فعقد الله تعالی الاخوة بین المنافقین و الکفار. شیخ سلیمان رحمه الله میگه که الله عقد کرده، عقد اخوت در بین برادری بین منافقا و کافرا که اینا برادر یکی دیگه هستن، و اخبره و خبر داد که انهم یقولون لهم فی السر، که امین منافقا بر از یهود و نصارا در پنهان و مخفی چی میگن؟ لئن خرجتم لنخرجن معکم، یعنی اگر بالای شما محمد صلی الله علیه و سلم غلبه کرد و شما را از شهرتان بیرون کشید، ما هم به همراه شما خارج میشیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، یعنی لا نسمع من احد فیکم قولا ولا نطیع فیکم طاعه، لا نسمع، نمیشنویم، من احد فیکم قولا، از هیچ کسی در مورد شما سخن، یعنی اگر کسی در مورد شما سخن بگه ما سخنایش نمیشنویم. این منافقین برای اهل کتاب میگن. ولا نعطی فیکم طاعه، و در قسمت شما طاعت از هیچ کسی طاعت نمیکنیم که درباره شما چیزی بگویه که شما هم بخیزین امرای سنا بجنگین یا چی کنین. نخیر. و این قتلتم، و اگر با امرای شما جنگ شوه، لننصرنکم، باز ما شما را نصرت میکنم. ای این قاتلکم محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی اگر شما را قتال بکنه به امرای شما محمد صلی الله علیه و سلم، لننصرنکم، ببینین لام تاکید میاره و آخرش نون توکید میاره که حتما ما بر شما نصرت میکنیم، و نکون معکم، و امرای شما میباشیم. ثم شهید الله، سپس ای عالم میگه که الله شهادت داد که انهم لکاذبون، اینا دروغگوی هستن در این سخنشان. حالا ای عالم میگه که فاذا کان وعد المشرکین فی السر بالدخول معهم و نصرهم والخروج معهم، این
اجلو نفاقا و کفرا و این کان کذبا فکیف بمن اظهر ذلك صادقا. میگه در صورتی که یک کسی به مشرکان به شکل مخفی وعده بده که به همراه از اینا یک جای میشه و اینا را نصرت میکنه و همراهشان خارج میشه، در صورتی که اینا از منطقهشان کشیده شوند، ایره به حساب اگر این قسم وعده بدن، امی وعدیشان به این کافران این نفاق و کفر حساب شد. اگر چی وعده هایشان دروغین هست، فکیف بمن اظهر ذلك صادقا، پس حالت او انسان چه قسم خواهد بود که امی آشکارا و صادقانه ای کار میکنه. و قدم علیهم و دخل فی طاعتهم، پیش از اینا آمد و در طاعتشان داخل شد و به طرف از او دعوت کرد مردم را و به نصرت و کمکشان پرداخت و انقاد لهم، تسلیم از اونا شد و صار من جملتهم، از جمله از کافرها شد، در صفشان داخل شد و آهانهم بالمال و ری، باز با اینا با مال و ری نظر خود اینا را با نظر خود و با فکر خود و با مال خود با پول خود اینا را معاونت و کمک کرد. یعنی یه عالم مقایسه میکنه، میگه وقت کسانی که برای کافرای اهل کتاب وعده دروغین دادن، در حال که دروغگوی بودن، وعده دروغین دادن که ما همراه شما نصرت میکنیم و اگر شما خارج کردن ما هم کت شما میبراییم، کت شما میباشیم. این عالم میگه در اونو مردم وقتی که وعده دروغین دادن، اونا کافر و منافق بیان شدن. پس شما درباره کسایی چی فکر میکنین که اینا وعدهشان هم با کافرها دروغ نیست، به راستی با کافرها نصرت میکنن، به راستی خارج میشن، همراه از اینا یک جای میشن و در صفشان قرار میگیرن و با فکر خود و نظر خود و اندیشی خود و زبان خود و مال خود از اینا دفاع میکنن و معاونتشان هم میکنن. آیا در کفر از اینا شک هست؟ طبعا شک نیست. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر. میگه با وجود ازی که منافقین ای کار نکردن مگر به خاطر ترس از دوائر. دوائر چی را میگن؟ امو دوران هایی که یعنی حالات زمان که تغییر میکنه، جانب مقابل مثلا زور میشه یا حالت سرشون میه، کما قال تعالی، مثل که الله سبحانه و تعالی میگه فتر الذین فی قلوبهم مرض، پس میبینی کسانی را که در قلبهاشان مرض هستن، یسارعون فیهم، اینا پیشی میکنن، سرعت میکنن در امی نزدیکی با کافران، یقولون، میگن که نخشا ان تصیبنا دائره، که از ما میترسیم که بر ما یک دفعه مت دوران حالت نبیای، باز اینا پیروز نشن، باز سر ما حمله نکنن. هكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة. میگه این قسم از حالت امی مرتدین در این فتنه، فإن عذر كثير منهم هذا، عذر بسیاری از اینا امی هست. هو العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض، او امو عذر هست که الله ذکر کرده، او را عذر کسانی که در قلبهایشان مرض است. یعنی عذری که اینا پیش میکنن اما عذری هست که او را منافقا پیش میکنن. ولم یعذرهم الله به، الله بر زنا اینا را معذور قرار نداد با این عذری که کردن. فعسى الله ان یأتی، الله سبحانه وتعالی گفت فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، یعنی نزدیک است که الله یا فتح را بیاره یا امر دیگی از جانبش بیاره، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، پس اینا باز به آنچه که در نفسهای خود سری پنهانی این گپا را گفتن پشیمان شوند. و یقول الذین آمنوا، و بگوین کسانی که ایمان آوردن، اهؤلاء الذین، اینا امو کسایی هستند که اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینا قسم خوردن به الله با قسم های بسیار مؤکد، انهم لمعکم، که اینا همراه شما هستند.
حبطت اعمالهم، اعمالشان نابود شد، فاصبحوا خاسرین، پس اینا در خساره قرار گرفتن. ثم قال تعالی، باز الله سبحانه وتعالی گفت که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که از دین خود مرتد شود، فسوف یأتی الله بقوم، پس الله می آورد قومی را که یحبهم، که اونا را دوست می داشته باشند، و یحبونه، و اونا الله را دوست می داشته باشند، اذلة علی المؤمنین، بر مسلمان ها بالای مؤمنان بسیار نرمش می داشته باشند، اعزة، بسیار سختی می داشته باشند، علی الکافرین، بالای کافرها. فاخبر تعالی، پس خبر داد الله سبحانه وتعالی انه لابد عند وجود المرتدین، لابدی هست که در وقت موجودیت مرتدین، من وجود المحبین المجاهدین، که موجودیت کسایی که اونا محبوبای الله هستن و مجاهدین هستن، و اونا را توصیف کرد به چی؟ به نرمش و تواضع در مقابل مؤمنین، و عزت و غلظت و قسوت در مقابل کافرها. به ضد من کان تواضعه، به ضد کسانی که تواضع و ذلت و لینش برای قبر پرستا، صاحبان گنبد پرستا و امو صاحبان زناکارها و لواطتکارها، به اونا نرمش می داشته باشند، ایمی دشمنای الله و منافقان و مرتدا. و عزته و غلظته علی اهل التوحید و الاخلاص، و عزت و قوتشان و غلیظیشان بالای کی می باشه؟ بالای اهل توحید می باشه، بالای اهل اخلاص سر از اونها بسیار غلظت و تشدد می کنند. فکفا بهذا دلیلا علی کفر من وافقهم، پس به می آیت قرآن امی کافی هست به کفر کسانی که امرای از اینا موافقت میکنن، و این ادعا انه خائف، اگر چی ادعا بکنه که من امی موافقت به خاطر ازی کردم که من میترسیدم، فقط قال تعالی، الله متعال در مورد مؤمنین واقعی میگه که لا یخافون لومة لائم، هیچ وقتی از ملامتی ملامت کنن اینا نمیترسن. و هذا بضد من یترک الصدق والجهاد خوفا من المشرکین، این بضد کسانی هست که اونا ترک میکنن صدق و جهاد به خاطر ترس از مشرکین. ثم قال تعالی، باز الله سبحانه و تعالی در صفت مؤمنین گفت یجاهدون فی سبیل الله، که اینا جهاد میکنن در راه الله، یعنی در توحید الله، صابرین علی ذلک، در این صبر میکنن به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی، تا که کلمه الله عالی باشه. و لا یخافون لومة لائم، یعنی لا یبالون بمن لامهم و آذاهم فی دینهم، به ملامتی کسی و یا به ضرری که اینا در دین بر از اینا میرسانن هیچ رای نمیزن، بل یمدون علی دینهم مجاهدین فیه، بلکه به دینشان حرکت میکنن با جهادی که به خاطر الله میکنن، به ملامتی هیچ کسی از مخلوقات ملتفت نمیشن، و نه به غضب یا رضایت مخلوقات، بلکه امو همتهم و غایت مطلوبهم و غایت مطلوبهم، همت از اینا، قصد از اینا و امو هدف اساسی از اینا چی است؟ رضایت الله سبحانه و تعالی و محبودشان است، و ترس از و فرار از غضب الله. و این بخلاف کسانی که همت و هدفش چی باشه؟ رضایت قبر پرستا و اهل زناخانه ها و لواطخانه ها و امیدواری به ایشان و فرار از او چیزی که اینا را غضبناک می سازه. این نهایت درجه گمراهی و خذلان است. و سپس الله تعالی میگه که ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. وقتی که مؤمنین این صفات می داشته باشن، صفاتشون وقت قبلا ذکر شد، باز این صفت از اونا که لا یخافون فی الله لومة لائم، این فضیلت الله هست که الله برای هر کسی خواسته باشه میته از بنده هاش، و الله بسیار واسع هست و علیم هست. پس الله میگه خبر داد ان هذا الخیر العظیم، که این خیر عظیم، خیر بزرگ، و صفات الحمید، این صفتهای بسیار نیک لأهل ایمان، برای اهل ایمان، کسایی که ثابت هستن، ثابت قدم هستن به دینشان در وقت وقوع فتنه ها و سختی ها، لیس بحولهم، ای به حول قوت خودشان، به توانایی قوت خودشان نیست،
و انما هو فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضیلت الله هست که برای هر کسی بخواه، مثل که الله گفته که یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. الله بر رحمتش اختصاص میده هر کسی را که بخواه. الله صاحب فضل عظیم است. و باز الله میگه که انما ولیکم، یقینا که دوست شما الله هست و رسولش است و کسانی که ایمان آوردن، کسانی که نماز میخوان و زکات میتن و اونها در حالت رکوع می باشند. پس خبر داد الله سبحانه و تعالی خبرا به معنی الامر، خبری که به معنای امر است، به ولایت الله و رسوله و المؤمنین، و دوستی الله و رسولش و مؤمنان. یعنی اینجا خبر داده به معنای ازی که امر کرده هست در اینجا که دوست شما باید کی باشه؟ الله باشه. دوست شما رسولش باشه و مؤمنان باشن. و فی ضمنه النهی، و در ضمن امی نهی است عن موالات، از دوستی دشمنهای الله و دشمنهای رسولش و دشمنهای مؤمنین. ولا یخفی، و مخفی نیست، ای الحزبین اقرب، که کدام از احزاب اقرب الى الله و رسوله و اقامت الصلاة و ایتاء الزکات، که کدام یکی از احزاب به الله نزدیکتر هستند، به الله و رسولش و اقام نماز و ایتاء زکات، اهل الاوثان والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنکرات، ام اهل الاخلاص و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. کدامشان نزدیک هستند؟ آیا بت پرستا، اهل قباب، کسایی که به قبه ها و گنبد ها و قبر ها میرن، و القحاب، قحبه در زبان عربی امو زنان بدکاره، زنان زناکار، کسانی که با اونها ارتباطات دارن، و اهل لواط و شرابخورا و اهل منکرات. اینا هستن. یا اهل اخلاص و اقام الصلاة، یا کسایی که اهل اخلاص و اقام نماز میکنن، زکات میتن. فالمتولی لضدهم واضع الولایه، کسی که به ضد از اینا دوستی میکنه یا دوستی میکنه به ضد از اینا، معلوم دار است در ولایتش فی غیر محلها، مستبدلا بولایت الله و رسوله والمؤمنین المقیمین للصلاة المؤتین للزکات، ولایت اهل الشرک والاوثان والقباب. اینا لکسانی که به ضد از اینا و در غیر محلش اینا دوستی میکنن، تبدیل میکنن به ولایت الله، به ایوازی که دوستی الله و رسولش و مؤمنایی که کسانی که نماز میخوانن و زکات میتن دوستی از اینا را بکنن، تبدیل میکنن این به ولایت کی؟ ولایت دوستی اهل شرک و بت پرستا و اهل قبر پرستان. ثم اخبر تعالی، باز الله سبحانه وتعالی خبر داد که ان الغلبة لحزبه، غلبه بر کی هست؟ بر حزب الله هست. ولی من تولاهم، و هر کسی که با حزب الله دوستی میکنن و با امرای از اینا دفاع میکنن. الله متعال گفت که و من یتول الله و رسوله، هر کسی که دوستی بکنه و دفاع بکنه از دین الله و رسولش، والذین آمنوا و از مؤمنان، فإن حزب الله هم الغالبون، یقینا که حزب الله اونا غالب هستن. والسلام علیکم و رحمت الله.